سلام، امروز اومدیم ما هم یاد بگیریم چطوری پیتزا درست کنیم. اول از همه ما نیاز به نون داریم، رب گوجه. هیچ وقت بهداشت اهمیت ندید، بهداشت رو بگیرید به چپتون. دیگه ما به چاقو نیاز داریم که اونجایی که نت من خیلی خوبه چاقو لود نمیشه. شما به چی نیاز دارید؟ سوسیس، پنیر، قارچ و مقداری 26 برگ. بعدش نیاز به چی داریم؟ نیاز داریم که پنیر رو بریزیم روی این و همونطوری که میبینید پنیر شبیه انی که داخلش ذرت هستش چندش میشود. من به چی تبدیل شدم؟ یکی از اون احمقا، یکی از بعدش نیاز یکی از داریم دردم. چیز این چیه؟ این قارچ. بله قارچ ها رو میریزیم همونطور که میبینید. بعدش پپرونی، بعدش برگ، بعدش زیتون. به نظر من هیچ وقت به قول کومان دوگ نباشه. زیتون رو اول شما بشکنید، هیچ وقت درش رو وا نکنید. اگر درش رو وا کنید شما دوگ هستی. این هم آقا من میشه کمکمون میکنه و محصولات رو میاره. دیگه به چی نیاز داریم؟ دیگه به هیچی نیاز نداریم. ماهی ناموسن؟ به ماهی نیاز نداریم، پس ماهی رو میندازیم اونور. بعدش نیاز داریم که اینو بپزیم. داره پخته میشه. هر وقت پخته شد شما پیتزاتون رو بشقابتون آماده میکنی و همین چرخ بکنم تو پیتزا ما داره آماده میشه. این از این پیتزا. و بله، بعد از اینکه رفتید داخل زمین و بندری رقصیدید پیتزاتون رو میرید و سرو میکنید برای مشتری که حتما باید بچه داشته باشه. همونجایی که من بستم بچه دوست دارم. مرسی که این ویدیو رو دیدید. خداحافظ.